فکر میکنی اگه رمز گوگلیت پاک بشه و نتونی داراییات رو برداشت کنی باید چیکار کنی؟ اینجاست که باید درخواست بدی و اعراض‌الگرد کنی که استخر بدونه که این شما هستید که به مشکل برخوردید. حالا چجوری؟ وارد این لینک بشید و در نظر داشته باشید که برای ریست تا 48 ساعت امکان برداشت ندارید. در صفحه‌ای که باز میشه شرایط رو قبول کنید و تیکاشو بزنید و دکمه کانفرم رو بزنید. در صفحه بعد ایمیل و رمز ورود به استخرتون رو بزنید و بعد کد تاییدی که به ایمیلتون ارسال شده رو وارد کنید. قبل از هر کاری باید این اطلاعات رو داشته باشید. اول اسکرین شات از یک تراکنش مشخص، هم از مبدأ هم از مقصد، به طوری که TXID، تاریخ، نوع ارز و زمان کاملا مشخص باشه. اگه تراکنش شما برای صرافی کوینکس بوده، به جای TXID آدرس ایمیل ثبت نامی کوینکس مقصد رو باید وارد کنید. اگه تراکنش بین اکانت های استخر بوده، نام اکانت استخر مقصد رو وارد کنید. حالا شروع به وارد کردن اطلاعات میکنید. در فیلد اول TXID یا نام اکانت کوینکسی یا نام اکانت استخر مقصد رو وارد میکنید. در قسمت بعدی ارزی که قرار اسکرین شاتش رو آپلود کنیم انتخاب میکنید. و در قسمت بعد اسکرین شات ها رو به صورتی که گفتیم آپلود کنید. در قسمت آخر بنویسید که اکانتتون حدوداً چقدر دارایی داره، چی استخراج میکنید، هش ریت شما چقدره و در نهایت کانفرم رو بزنید تا ثبت بشه. نتیجه بعد از 48 ساعت به شما ایمیل میشه. اگه مدارک بیشتری لازم باشه استخر به شما ایمیل میزنه. اگه به لینک صفحه ریست هم نیاز دارید کافیه دایرکت بدی واسط میفرستیم.